بهتر ساز راحت خم میشم خیلی دستا بگی حیوان اگر از میفهمد که ما با دخترانش وا میخوریم انیق میپراند ما رو. از میپرانم مایلش کمال سیاف هم اگر کمال سیاف پرانده نتواند زبید انیق میپراند. چه زورم اگر ما رو به کپه اولادی میپراند. تو حیوان چه خیلی گپ زدی؟ ما اینجا مردنی اومدیم حیوان. شوکت مرا نترسان مرا. دیگه خیلی فکر رو بد نگو احمد. دیگر نمیگویم. انا جیگرک تو اومدنی. خدا سختی بجز کدوم اصلا. من هم تو رو یاد کردم شوکت. مگر ما همیشه پینهانی ما میخوریم. کی از پدرم خواستگاری میکنی؟ وقتی که بمره. تو چی گفته ایستاده ای؟ رفته در بالای گروش به صدا خواستگاریت میکنم اصلا. در زندگیش خواستگاریت کنم به خدا هیچ وقت روزی نمیشه. وای ابله ها وای احمق ها مگر من این را از شما نپرسم؟ بدوز مرا سمی باید جای دور رویم. من از تو جدا زندگی کردن نمیخوام. چیکار کنم دوستم مگر؟ باید دهه لای بحر رویم. تو آنجا ماهی میداری؟ من باشم برای تو خوراک میپزم. من ماهی میدارم. این چه خیلی میشود؟ خوب میشود. من اینش رو نمیدونم شوکت. مرا از پدرم خواستگاری بکن. جانم چرا مرا نمیفهمی؟ اگر خواستگاری از کنم و دیوانه مرا میپرونه. جانم تو پدرم رو خطا شناخته ای. او کسی رو آزار نمیدهد. پدری تو؟ بله خودش از پشت یک زنی خود پیسند است. باز با یک پسر و دختر نفشینال شده آنها رو خانه دار کرده نیست. خیلی خانه دار شدن بعد؟ نه آنها دوست داشتند. دختر ما مردیم در اینجا در حق زنگیری چون ما رو خانه دار نمیکنه؟ بله دختر حاز من تکلیف خانه دار شوی نکردم. تو چی قطعیز بله گفتی؟ آخیران دایتان را خانه دشمن ها صلحیه نازیه بزمین. التماس جان در زمین نشنی پس تو پینها شما یه عاشق سیاس همی گفتم که بیامی کارو نکنه. ای بدبختان از پشت دخترهایم بیرون شوید. حیاتم مرا بیدوست. من با شما نشان میدهم. تو با من ماهی دوری رو میآموزانی. مرا گو با شوکت از گپی پدرم نمیبرم. آخه پدر شدن نمیخواهم. امروز آخه پدر شد من گناه تو به کلا میگیرم. التماس مرا باش سمی من از گپی پدرم نمیبرایم. همین رو گوش نکن آخه. شما چگونه مرد هستید که در پشت دخترها پناه شوید؟ استاد شوکت ابله‌ها صلحیه ما جان. ایستد با شما را پرون چی؟ کلمه شهادت را بخوانید. صلحیه نکست. با آن دنیا تنها نروید. اگر ندانید من به شما یاری میدهم. اشهد الله. بخشیشم که من کلمه شهادت هم میدانم. تمام تیار باشید. پدر جان این کارو نکنید. در این سن سال با محبس نروید. در محبس پوسیدن مردنتان رو نمیخوام پدر جان. آنها رو نپرونید. ای چرا پرانم؟ تو را پرانم او را پرانم. بگه. نه اقلا سمی رو نپرونید. شوکت رو پرونید. تو چی گفته ایستاده ای؟ چرا شوکت رو پرونند؟ بگذار سمی رو پرونند. تمام به خلاصه کی را پرانم کی را نپرانم از شما بپرسم. تمام دست کشیدم. نمیپرانم. نمیپرونی؟ نمیپرانم. ای سمی مبارک شما نمیپرونه. شوکت موزین ده تبریک. شوخی کردم. کریل عزیزم. اینها با کجا؟ ای خانم سلین ببخشید همون اسکوی مرا عیله تریزه خود نگرفتی؟ کاری دیگر ندارم. با دل خودم گپ دادم اکن.